رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند قال الله تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. الله سبحانه و تعالی گفته است که کسی اولیاء الله را برای خود دشمن گیرد فقد آذنته بالحرب، الله سبحانه و تعالی علیه او جنگ اعلان کرده است. خب چه کسان اولیاء الله هستند؟ آیا هر نفری که دعوای ولیگی میکند، دعوای اولیاء الله میکند، آیا اولیاء است و یکی از ولی الله است؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم آنها را وصف کرده میگوید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون. یعنی اولیاء الله آنهایی که در دل آنها ترس نیست، نمیترسند، ولا هم یحزنون، و آنها هرگز غمگین نمیشوند. الذین آمنوا وكانوا یتقون، آنهایی که ایمان آوردند، به یگانگی الله ایمان آوردند و از جمله متقیان بودند. الله سبحانه و تعالی صفاتهای اولیاء الله را بیان کرده است. نه هر دعواگر اولیاء است، نه هر نفری که دعوای ولیگی میکند ولی شده میتواند. اگر کسی با چنین نفرهایی که دوست الله هستند دشمنی کند، الله سبحانه و تعالی میگوید من علیه او جنگ اعلان کردم.